خب سلام دوستان. من یه ویدیو درست کردم. تو اون ویدیو طرز تهیه کفیر رو من توضیح دادم از دونه‌های کفیر و اون ویدیو رو از اینجا شروع کردم که من کفیر رو آماده کرده بودم و بعد مراحل بعد از تخمیر رو توضیح دادم که باید چی کار بکنیم. حالا میخوام یه مقداری اطلاعات اینجا بیشتر بدم، توی این ویدیو اطلاعات بیشتر بدم که اصلا این کفیر چی هست، از کجا اومده، تاریخش چیه، چه خواصی داره، چه تفاوتایی با دوغ داره، با ماست چه تفاوتایی داره و کلا توضیحات تکمیلی بدم. یه سری سوال و جوابم که پرسیده شده بود بعضی از دوستان، اونها رو هم تا جایی که میتونم کاور بکنم. خب کفیر رو من توی اون ویدیو هم توضیح دادم و بازم تکرار میکنم. کفیر یه چیزی شبیه دوغ، تقریبا اون دوغ کفیر رو اگه بخوایم اسمش دوغ بذاریم. وقتی اینکه من میگم دوغ کفیر هم خودش مقداری عجیب غریبه این اصطلاح دیگه، اصلش همون کفیره، در واقع کفیر نوشیدنیه و نوشیدنی کفیر یه مقداری شبیه دوغه، ولی خب واقعا توی یه دنیای متفاوتیه، یعنی یه تفاوت خیلی خیلی فاحش با دوغ داره از نظر خواصش. طعمش خیلی شاید متفاوت نباشه، شاید خیلی نزدیک به دوغ باشه، به خصوص کفیرهای گازدار خیلی شبیه به دوغ گاز داره طعمشون، ولی از نظر کیفیت مواد غذایی که شما بدنتون دریافت میکنه اصلا توی یه لیگ دیگری، اصلا یه دنیای دیگریه کفیر. حالا توضیح میخوام بدم، چون این کفیر رو از دونه‌های کفیر معمولا با دونه‌های کفیر درست میکنن. دونه‌های کفیر رو میذارن توی شیر و اون شیر رو تخمیر میکنه و اتفاقاتی توی شیر میفته که این تبدیل به یه چیز دیگه میشه، در واقع دیگه اون چیزی که اول بوده نیست. تاریخشون میگن که از توی کوههای قفقاز اومده. حالا خیلی تاریخچه دقیق و چیزی نداره، یعنی در طی هزاران سال در واقع ساکنان اونجا شیر رو که نگه می‌داشتن توی مشکا متوجه شده بودن که بعد یه مدتی بعضی وقتا اینا ترش میشه و مثلا دیگه هم خراب نمیشه و خیلی هم طعم خوبی پیدا میکنه. بعد دیده بودن که یه دونه هایی توش شکل میگیره، اون دونه ها رو میذاشتن توی مشک، دوباره میذاشتن شیر میریختن روش، میدن که آره این یه اتفاقاتی داره میفته. خلاصه اینکه آره دیگه از توی کوههای قفقاز این کفیر به دست ما رسیده. بعد که دانشمندای روسی متوجه میشن که همچین چیزی هست دیگه، میرن بیشتر روش بررسی میکنن و یه مقداری دیگه به بقیه دنیا هم معرفی میشه تا این مقداری تولید صنعتی شروع میشه و اینا. اینقدر این مردم اونجا باهاش انس دارن و ازش استفاده میکنن و ازش خیر دیدن که بهش میگن دونه‌های پیغمبر، دونه‌های پیامبر، grains of the prophets. حتی یه سری نمیدونم داستان اینا هم درست کردن که اینا رو مثلا حضرت عیسی آورده، نمیدونم حضرت محمد آورده، ولی خب واقعیتش اینه که اینا در اثر مرور زمان خود به خود یه جورایی این کلونی های این باکتریا شکل گرفتن. اینکه اینا چی هستن؟ اینا یه کلونی زنده از بیش از 50 باکتری و مخمر هستن. این اصطلاح انگلیسیش در واقع میشه living symbiotic culture. این کلونی های باکتری رو میگن کالچر. از باکتری و یست مخمر هستن که ساختار خاصی پیدا میکنه که بهش میگن کفیران. تو اون کلونی هایی که با هم زندگی میکنن یه مقداری شبیه گل کلمه، دونه های گل کلمه. بسیار بسیار اینا خواص پروبیوتیکی دارن، به شدت مخمرن و توی روده وارد که میشن اینا در واقع میشینن توی روده و توی روده دیگه زندگی میکنن و اونجا دیگه به رشد و نمو خودشون ادامه میدن و همچین پروسه رو ادامه میدن. یکی از تفاوت‌های خیلی بارزی که کفیر داره با دوغ اینه که با دوغ معمولی یا ماست اینه که یه نوشیدنی تخمیریه و چون تخمیر میشه این دونه‌های این باکتریا میرن توی شیر و شیر رو در واقع لاکتوز شیر رو مصرف میکنن و چربی‌های شیر رو مصرف میکنن و اینا رو تخمیر میکنن. چند تا اتفاق میفته. یکی این که اولا که لاکتوز شیر که غذای ایناست، قنده در واقع دیگه لاکتوز، این لاکتوز اینا میگیرن میخورنش، تجزیهش میکنن، غذاشون یه جوری تبدیلش میکنن به CO2 که همون گازی که توش تشکیل میشه گازدار میشه، اسید لاکتیک، و یه سری ویتامین‌های جدید که اینا توی مثلا توی شیر نیست، توی دوغ هم نیست، توی ماست هم نیست. مثلا ویتامین K2 که خیلی خیلی مهمه برای رسوندن کلسیوم از داخل خون، از توی رگ‌های خونی به استخون، و ویتامین‌های خانواده B، اینا هم توی شیر نیستن و اینا در اثر تخمیر در واقع توی شیر به وجود میان، توی کفیر به وجود میان. یعنی که خیلی فعالیت زیستی تو اونو بالاست توی
کفیر. و به همین دلیل تفاوت خیلی واضحی وجود داره توی دوغ، شیر، ماست و حالا در مقابل اینا کفیر. چرا؟ درسته که شیر خودش چربی داره، خاصیت داره، کلسیوم داره، یه سری املاح رو داره، یه سری ویتامین ها رو داره، ولی اینا خیلی جذبشون برای بدن، برای استخون خیلی کار راحتی نیست، چون ویتامین K2 لازم است که اینا رو به استخون برسونه که توی شیر نیست و ویتامین های خانواده بی هم توش تشکیل نمیشن. و علاوه بر اونا یه عالمه میکرو ارگان در اون مکانیزم های زنده، پروبیوتیکا، که خود اینا هم کمک میکنن که توی بدن استخون سازی فعالیتش بیشتر بشه. پس شما دارین اینجا مقایسه مثلا با شیر معمولی بکنید، تمام خواص شیر رو میگیرید، لاکتوزش رو نمیگیرید، یعنی البته کسانی که به لاکتوز حساسیت دارن اینو میتونن مصرف بکنن چون لاکتوزش هم الان از بین رفته، تجزیه شده. یه طعم خیلی ملس باحال میگیرید چون ترش مزه میشه، اسید لاکتیکی توش تشکیل میشه، گازدار میشه، CO2 توش تشکیل میشه و حالا ویتامین K2 خانواده B رو هم اضافه میگیرید، به اضافه یه عالمه پروبیوتیک که واقعا هیچ قرص پروبیوتیکی به گرد پای کفیر هم نمیرسه از نظر تعداد استرین های باکتریای زنده و اکتیو و البته دنسیتی اونا، چگالیشون در واقع تو اون حجم مایعی که مصرف میکنید. کلی من البته من یه چیزی بگم، من پزشکم، نه متخصص تغذیه و مواد غذایی و اینا هستم. من فقط با اطلاعاتی که لازم داشتم و رفتم سرچ کردم و از چت جی پی تی و نمیدونم مدل‌های هوش مصنوعی استفاده کردم، این اطلاعاتو به دست آوردم. این خواهشی دارم هر کسی ویدیو رو نگاه میکنه این چیزایی که من میگم رو همینجوری در بس نپذیره، خودش بره تحقیق بکنه، بره از پزشکش بپرسه، بره از اگر مشاور تغذیه داره بره با اونو مشورت بکنه. ولی اینا رو من برای خودم این اطلاعاتی کسب کردم، حالا دارم در اختیار میذارم. فقط این که هیچ مسئولیتم برای این حرفایی که دارم میزنم قبول نمیکنم. این اطلاعاتی که من به دست آوردم ممکنه غلط باشه، شما خودتون بیشتر جستجو بکنید. توی چند تحقیق دانشگاهی اومدن بررسی کردن، دیدن که مثلا مصرف 6 ماهه کفیر تراکم استخون رو، تراکم مواد معدنی استخون رو، بون مینرال دنسیتی رو به طرز قابل توجهی توی نایلین افزایش داده که این خیلی فاکتور مهمه برای کسانی که میخوان در واقع استوپروسیس یا پوک استخوان باش درگیرن. توی یه ژورنال دیگه این البته توی ژورنال پیلوسوان، توی یه مطالعه دیگه تو ژورنال استوپروسیس اینترنشنال در واقع نشریه مربوط به پوک استخوان نشون میده که کفیر حتی مایکرو آرکیتکچر رو ریز معماری استخوان رو تقویت میکنه. و توی یه تحقیق دیگه دیده بودن که این بایو اکتیو پپتایدهایی که داره، این پپتایدهای فعال زیستی که داره توی کفیر که در طی فرآیند تخمیر تولید میشه، اینا به صورت مستقیم سلولای استخوان ساز رو، اون استوبلاستا رو، اونا رو تحریک میکنن. ببینید اینا چند تا اتفاق داره با هم میفته. استوبلاستا تحریک میشن، استخوان سازی تحریک میشه، کلسیوم و K2 به بدن شما میرسه و K2 هدایتش میکنه توی استخوان، یعنی غذای استخوان به شما میرسه، به اضافه اینکه استخوان سازی هم تحریک شده. این اتفاقات توی شیر، توی ماست به این سادگی نمیافته. اگه بخوام مقایسه بکنم کفیر رو با دوغ، ما توی دوغ معمولا اینجوریه که 1 لیتر شیر رو تبدیل میکنیم به 1 لیتر ماست. توی این اتفاق درسته اونم یه تخمیر در واقع اتفاق میفته، ولی بین 3 تا 7 تا استرین باکتری معمولا هست که زنده هن، اینا به بدن میرسه. ولی یه لیتر شیر که شد 1 لیتر ماست، بعد 2 لیتر آب بهش اضافه میشه 3 لیتر دوغ، یعنی 1 لیتر اون مواد غذایی 1 لیتر شیر نهایتا تبدیل میشه به 3 لیتر دوغ. یعنی اگر هر دنسیتی از مثلا کلسیوم یا پروتئین شما در نظر بگیرید 1/3 میشه. کفیر 1 لیتر شیر تبدیل میشه به 1 لیتر کفیر، یعنی تمام اون مواد غذایی که توی یه حجم معادل از کفیر هست تقریبا 3 برابره. حالا شما میتونید درسته توی ماست هم میتونید مثلا 1 لیتر ماست بریزید 1 لیتر آب بریزید، ولی خب معمولا این کارو نمیکنن. پس تفاوت‌ها رو تا حالا گفتیم. از نظر حجم در واقع دنسیتی مواد غذایی بسیار بالاتره، ولی اون مواد برای بدن قابل استفاده و قابل جذبه، اینم خیلی مهمه.
و یه سری چیزا هم که توی فرآیند تخمیر تشکیل میشه و وجود میاد، مثل K2 و مثل ویتامین خانواده B. این هم تفاوت‌های دیگرشن دیگه. نکته بعد اینه که تفاوت این کفیرهایی که من توضیحاتش دادم، این کفیر به صورت خونگی تهیه شد با دونه‌های کفیر، ولی کفیر صنعتی هم وجود داره که معمولا کفیرهای صنعتی رو توی فروشگاه توی خارج کشور میتونید پیدا بکنید. من گرفتم، طعمش خیلی نمیدونم، انگار مثلا طعم ماست رقیقه، خیلی طعم خوبی نداره حداقل برای مذاق. من به مذاق من نمیاد، یعنی من خوشم نیومد زیاد. و تعداد استرن‌های باکتری هم که داره معمولا بین 3 تا 7 است، خیلی کمتره. اصلا یه سری از باکتری‌ها رو بعد از اینکه تخمیر انجام میشه میان حتی پاستوریزه میکنن که اون باکتری‌ها رو از بین ببرن، اون ماکرو ارگانیسم‌ها رو از بین ببرن، چون نمیشه نگرش داشت توی ظرف دربسته. انقدر اینا فعالیتشون زیاده که میتره کنه ظرف دربسته رو. وقتی به صورت شما بخواید صنعتی نگهداریش بکنید، معمولا اینجوری که وقتی تولید میشه مثلا باید تا حالا این منتقل بشه به فروشگاه‌ها و تو زنجیره تامین و توی فروشگاه چجوری نگهداری میشه، این به احتمال بسیار زیاد میتره که تو این فاصله زمانی، چون خیلی نمیشه نگرش داشت. اینقدر این فعالیت این باکتریا زیاده که توی هر ظرفی نگرش دارید سریع اون ظرف رو میخواد بتره کنه، مگر اینکه درشو باز بذارید که خب به صورت صنعتی نمیشه در یه ظرف رو باز گذاشت، مگر اینکه اون باکتریاش از بین ببرن که خب دیگه اصلا دیگه پوینتی وجود نداره اینکه شما بخواید کفیر بگیرید. ولی کفیرهای خونگی تمام این مزیت‌ها رو دارن، ضمن اینکه طعمش هم اصلا یه طعم دیگری، گازدار میشه، طعم خیلی خوبی پیدا میکنه و زنده است. اصلا وقتی میخوریدش خودتون متوجه میشید، یعنی باید بخوریدش و ببینید که چقدر تفاوت وجود داره. عرض شود به خدمت شما که باز اینه که من میگم اصلا به این منظور نیست که کفیر صنعتی یا مثلا ماست یا دوغ اینا اصلا به درد نمیخورن. خب اینا قطعا کلسیم دارن، اینا مثلا کالری وارد بدنتون میکنن، یه سری ویتامین رو وارد بدنتون میکنن، در مقایسه با کفیر شیره که اینا خواصشون به چشم نمیاد زیاد، یعنی قابل مقایسه نیستن. خودشون هستن دیگه، خوبن بد نیستن، ولی اصلا قابل مقایسه نیستن با کفیری که توی خونه شما میتونید تولید بکنید. یه مقداری من فکر میکنم توضیحات بیشترش رو دادم، فقط یه سری سوال بود. یکی اینکه این دونه‌های کفی رو ما از کجا پیدا بکنیم؟ این دونه‌های کفی رو شما نمیتونید تولید بکنید، اینا رو حتما باید تهیه بکنید، یا باید بخریدش، که بعضی از کشورها من شنیدم که توی فروشگاه‌های هلس شاپشون هست، من ندیدم، یا به صورت آنلاین بگیرید. من خودم از اتسی به صورت آنلاین گرفتم، توی آمازون هم دیدم هست، خیلی از سایت‌های ایبی، آمازون، اتسی اینا هستن. من خودم از اتسی از یه فروشگاه فرانسوی گرفتم، برای من اومد مقدار خیلی خیلی کمی اومد، در حد چند تا دونه بود کوچولو، چند ماه طول کشید تا من تونستم اینا رو پرورش بدم و زیاد بشن. پس اینکه شما نمیتونید اینا رو بسازید، قابل ساختن نیستن، ولی میتونید تهیه بکنید. حالا اگر هم دوستی دارید، کسی رو دارید نزدیکتون که اون دونا رو کفی رو داره، که میتونید از اون بگیرید، و چون هی اینا تکثیر میشن، هر کسی که داشته باشه هی اینا تعدادش زیاد میشه، میتونه به بقیه هم بده. حالا اگه کسی توی ایرلند هست من خودم میتونم بهش بدم. نکته بعدی این که خیلی فکر میکنن که یا من دیدم خیلی از افراد دیگه میگن به هیچ عنوان ظرف فلزی یا مثلا قاشق فلزی به این تاچ نشه، مثلا برخورد نداشته باشن، این دونه های خود کفیر اصلا برخورد نداشته باشن با چیز فلزی، که اینم من فکر نمی‌کنم درست باشه. من اینو خیلی سرچ کردم راجبش، شاید این قبلا درست بوده اون موقعی که ظرفای فلزی استینلس استیل نبودن، ولی الان که ظرفای استینلس استیل هستن اینا ریاکشنی نشون نمیدن، اینا مشکل ایجاد نمیکنه. من خودم همیشه از قابلمه فلزی، صافی فلزی و قاشق استفاده کردم، هیچ مشکلی هم تا حالا برای این دونه‌های کفیر من به وجود نیومده، خیلی هم خوب رشد کردن. بعضیا هستن میپرسن که یا برای خود منم این اتفاق افتاد که دونه‌های کفیر رشد نمی‌کردن. اون یه مقداری اینا یه موجود زنده ان، مثلا وقتی که شیپ میشه به دست شما میرسه، اگر آنلاین میگیرید این اول باید اکتیوش بکنید، یه چند روز مقداری شیر میریزید روش میذارید میمونه، یه ذره صفر شد دوباره عوضش میکنید، دوباره بهش غذا میدید دیگه، این موجود زنده. این غذا رو انقدر عوض میکنید توی فاصله چند روز تا اینکه دیگه این غذا این شیری که میریزید روش طعم صفر بگیره و حالت ماست بشه. وقتی اونجوری شد دیگه اینا آمادن که برن توی شیر، ولی این یه مقداری طول میکشه تا بخوان رشد بکنن. اینا وقتی توی هم تعدادشون کمه و همین که شیپ میشن یا در واقع توی اون پروسه فرستادن تا بخواد دست شما برسن، این مقدار شاک میشن، اینه که مقدار باید بهشون زمان بدید. نکته دیگه این که کفیر رو میشه بعد از اینکه تخمیرش انجام شد، یعنی که وقتی که صفر شد و دیگه شما اون حالت اون نوشیدنی رو ازش گرفتید،
میتونید دونا رو جدا بکنید، اون چیزی که به دست اومده رو بلند بکنید، بذارید دوباره بیرون بمونه تا گاز بیشتری بگیره اگر دوست دارید. یعنی میتونید تخمیر رو به صورت 2 مرحله انجام بدید. مرحله اولش میتونه 1 روز باشه، میتونه 2 روز باشه. مرحله دومش هم باز میتونه 1 روز باشه یا 2 روز باشه که مرحله دوم بعد از جدا کردن دوناست. فقط یه چیزی که مواظب باشید، چون این اتفاق برای خود من افتاد، به شدت اینا فعالن توی ظرفی که میریزید، چون تو مرحله اول میذارید هوا برسه بهش، پس اتفاق خیلی بدی معمولا نمیافته. تو مرحله دوم چون درش رو میبندید که گاز بگیره و تخمیر مرحله دومش انجام بشه، اگر حواستون نباشه شب تا صبح اینو بمونه ممکنه ظرف رو بتره کنه و این برای من اتفاق افتاد و انباری خونه ما رو به فنا داد. اینو خیلی مواظبش باشید. اگر بالا سرش نیستید که چند بار بخواید گازشو بگیرید و اینا، یه مقداری درش رو باز بذارید که باز هوا بره که این انفجار اتفاق نیفته یا ظرفتون رو سوراخ نکنه، یا اینکه بذاریدش اصلا توی یخچال، چون بعد از 2 روز موندن توی دونه‌های کفیر به شدت ترش و گازدار میشه. به نظر من بیشتر از اون لازم نداره، ولی اگه بخواید دیگه خیلی 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 گازدارش بکنید اون کارم میتونید بکنید. اونو توی ویدیو توضیح دادم که حتی اگه زیاد بمونه و همش نزنید، این اوور فرمنت میشه و 2 تیکه میشه. یه تیکه بالاش خیلی سفت میشه و پایینش انگار آب میفته، اون وی که خیلی هم توش پروتئین اینا. اونو هیچ اتفاق بدی براش نیفتاد، دوباره میتونید همش بزنید. و یا اینکه اصلا اون آب رو جدا بکنید. من خودم این کارو کردم. اون آبش به شدت پروبیوتیکه و میتونید توی نوشیدنی دیگه استفاده بکنید. من خودم ریختم توی آب پرتقال، بعد از 1 روز انقدر گازدار شده بود که از فانتا های بیرون خیلی خوشمزه تر و بهتر بود. یعنی میتونید از اون آبی که به دست اومده حالا با خودش دوباره قاطی بکنید، به صورت 2 استفاده بکنید. میتونید اون آب رو به عنوان یه نوشیدنی پروبیوتیک دیگه توی چیزای دیگه اضافه بکنید، به عنوان استارتر در واقع. یه سوال دیگه که میپرسن اینه که آیا کفیر الکل داره؟ بله، کفیر به دلیل تخمیری که توش اتفاق میفته یه مقداری الکل توش تشکیل میشه، ولی چون مقدار الکلش خیلی کمه کلا نوشیدنی الکلی به حساب نمیاد. معمولا بین 0.5% تا 1% این الکلی که توش تشکیل میشه. من سوال دیگری هست یا نیست؟ بازم میگم اینو بیشتر خودتون سرچ بکنید، بیشتر خودتون تحقیق بکنید. چیز فوق العاده ایه به نظر من الان یه چند ماه دارم استفاده میکنم. تو این چند ماه مریض نشدم. ما رفتیم یه سفر کروز و تو اونجا یه ویروسی پخش شده بود که من خیلی ها گرفتن تو اون کشتی. بیمارستان اصلا افتضاح شد بیمارستان کشتی. من دخترم و خانومم گرفتن به شدت. توی یه اتاق ما بودیم، با هم بودیم. اونا گرفتن، من نگرفتم. حالا شاید علتش میتونه این باشه، این کمک کرد. و از اون موقع هم که دارم استفاده میکنم هیچ مریضی دیگری هم نگرفتم، چون به شدت سیستم ایمنی بدن رو قوی میکنه، کمک میکنه به سیستم ایمنی بدن. من تمام نکات رو فکر کنم گفتم تا جایی که به ذهنم میرسید. نکته دیگری به ذهنم نمیرسه فعلا. یه نکته دیگه هم بگم. گفتم که دونای کفیرتون رو با آب لوله، آب شیر نشورید، چون اون کلور داره و کلور قاتل موجود زنده است دیگه. اینا موجود زنده. این کار هیچ وقت نکنید. اگر هم میخواید کفیرتون رو با آب قاطی بکنید، بازم آبی باشه که یا از فیلتر گذشته یا آبی که انقدر مونده که کلورش رفته، چون کلور باز اضافه بشه به کفیر حیف این همه حجم پروبیوتیک رو بخواد از بین ببره. حداقل این مقدارش از بین میبره با اون حیف. من فکر میکنم بیشتر نکات رو گفتم. حالا اگر سوالی چیزی هم بود میتونید تو کامنت ویدیو بذارید، من اگه ببینم جواب